سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد امی یه دو سوال داشتم. آدم زندار در وقت رمضان بوسه کردن زن یعنی ممکن نیست. مبادا که شهوت میآید گفتم خیلی. اگر منی جاری شود، اگر منی با دفق و شهوت با لذت اگر براید، روزتون میشکند. روزه میشکند به این معنایی که شما تمام اکن خوردن اجازت هست نه، شما گناهکار شدید، روزتون شکست، روزه قضایی داشته میتید، لیکن همین روزم تا وقتی شام هیچی نمیخورید، نمینوشید. بنابراین در ماه رمضان کسی که این کارهای قدرتی لجام نفسش قبیدن ندارد نکند، این خیلی گپایی نگوید. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از آن که به نماز برن زنهاشون رو بوسه میکردن. گفتن بعد ولکنه کان املککم لاربه، گفتن لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله مالکترین شما برای لجام نفسشان بود. یعنی پیامبر فقط بوسه میکردن، تمام. بوسه خالی اجازت هست، مثلا مانند به دهان آب گرفتن. به دهان آب گرفتن در رمضان اجازت است، برای اینکه داخل دهان بیرونی اعضا حساب میشد. لیکن وقتی که برای چی غرغره ممکن نیست در رمضان؟ غرغره اگر آب در بیخ گولیتون اگر غرغره کنید، آب احتمال است که میگذرد و روزتون میشکند. یا بربینی، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، وقتی که به بینی آب میگیری مبالغه کن، یعنی سخت آب را کش، الا ان تکون صائما، مگر اگر روزدار باشی نکنی این کارو. گفتن برای اینکه احتمال اینکه آب از به واسطه دماغ به حلق میرود، روزه میشکند. اما خودی به دهان آب گرفتن روزه را نمیشکند. بوسه کردن هم بیرونی اعضا هست، بنابراین بوسه کردن خالی روزه را نمیشکند. اگر رفته از شما مزی جاری شده باشدم، روزتون نمیشکند، طهارتتون میشکند که روزتون نمیشکند. به هر حال احتیاط کنید روزه را، در اثنای روزه این خسخانه ها را نگویید.